سلام. ببخشید کسی هست؟ ای بابا خیلی خوبم قایمش کردن. اصلا چرا باید یه معبد رو قایم کنن؟ یعنی اون کی میتونه باشه؟ نه کاش که یکی بیاد در باز کنه. بابا خسته شدم انقدر وایسادم. کی جرأت کرده اینجوری در بزنه؟ من لی هیونام هستم. اومدم اینجا که کمک بخوام. چجوری اینجا رو پیدا کردی؟ حرف بزن. خب راستش من اومدم اینجا که یه چیزی بخوام. همونجا وایسا. اگه تو تونستی این معبد مخفی رو پیدا کنی معلومه یه آدم معمولی نیستی. چجوری باید به کسی مثل تو اعتماد کنی؟ خواهش میکنم به هم یه فرصت بدید. اگه بتونی از اون دروازه رد شی اون موقع به حرفات گوش میدم. دروازه با مهر الماس بسته شده، تو نمیتونی ازش رد شی. باشه پس مجبورم کردین که این کارو بکنم.